به نام خدا، به نام یزدان پاک، اخلاق و کردار و پندار نیک. افشین کرمی هستم از روستای کوهنور، شهرستان توسرکان، استان همدان. بچه‌ها میگن عجیب‌ترین مرد جهان. حاضرم مسابقه بدم در خوردن آهن‌آلات در هر وزن، در اشیا، سنگ‌های تیز، در هر حد و اندازه میتونم انجام بدم. گفتم که اگه منو به گینس بفرستن به عصر جدید، حاضرم مثلا یه ماشین کردن، این ماشین کردن اسقاط کنم بخورم، یعنی ببرم بدون هیچ مشکلی پیش بیاد. کردن اسکنم کردن و دوگانه هاوند، دیدن که چیزی تو معده‌ام نیست، این معده من، بدن من این سنگ‌ها و آهن‌ها جذب میشه و دفعی ندارم. سخت این پلاستیک‌ها هم حذف میشه تو بدنم. الان امتحان میکنیم. اینا همه سیم، سنگ، میخ، آهنن. اینا خیلی ابزارهای حالا کمی هستن، منتها در رکوردهای بعدی و فیلم‌های بعدی بهتون میگیم که اینا واقعا اینا بعدی اسرانه است، نبار خیلی بیشتره. این میخ یه لیوان بچی هم چیه بیار. این هم خیلی چیزه، سیمه که میتونه یه گاو دوتونی رو بندازه، یه گاو دوتونی، یه خرس میتونه بندازه. این هم سنگ تیزیه، خیلی تیزه اون سنگ خیلی تیز. نه حالا اینم رو فندک خیلی عجیبه ها، ناموسن رو فندک. اینم حالا استیما رو میگیریم. فعلا اینجا چیزی نوشیدنی همراهمون نیست، اینم انجام میدیم. چیزی که درشتایی میتونم با نوشیدنی مثلا چیز کنم. نه خب حالا اگه نخور مشکل نداره. من رکورد 100 کیلو خوردن سنگ در اردوگاه نهاوند زدم. 100 کیلو سنگو در مدت 100 روز در اردوگاه نهاوند. دوست دارم پرچم ایران رو ببرم بالا، پرچم ایران. ایوه. در گینس. اینم سی. ایوه. حالا اینم هست اگه اجازه بدید، حالا بعدا اجرا کنم. نه حالا اون خونه حالا بعدا اجرا کنم. مشکل نداره، اون میتونم بخورم ولی خب بعدا اجرا کنم. نه کافیه. یکم آب بخور. نه مشکل آب نیست، اصلا آب نمیخورم. نه آب نمیخورم. خب آقا دمت گرم. دمت همگی گرم، در همگی شما گرم. بازم انجام میدم و وزن بیشتر. حالا این به خاطر عشق بود، تازه هم آشنا شدیم اومدیم منطقه. دوست دارید تو اینستاگرام کانال کوروش، کانال خودتون هر جا هستین پخش کنید، حمایت کنن. ما حمایت مالی نمیخوایم، میخوایم پرچم ایران ببریم بالا. ایول دمت گرم. ما همه فشنگ‌های پر اسلحه هم انجام میدیم. فشنگ‌های اسلحه، مواد شیمیایی، باتری ها، اونهایی که مثلا برای بدن میگن ضرر سرطان زاست، اونها رو همه رو کلا من میتونم ببرم به وزن 5 کیلو. فشنگ‌های فلسطین چی؟ آره تمام فشنگ‌های اسرائیل هم کلا، فشنگ‌های اسرائیل هم کلا میبرم، یعنی گنبد آهنیش هم خدا شاهد اگه قطعه کنم میخورم. درود بر ایران عزیز باشه. دمت گرم. پیج آقا هم این زیر تگ میشه. اینجا هم روستای فریازانه.